به یک جایی سر میزنیم. پیش یک از هموطنان عزیز ما میریم که اکثریت مزاریا با شیرشان آشنایی داره، چون خودم امروز چند بار مصاحبه کردیم. حیوانات هم به ترحم نیاز دارد، به رحم باید سرشون رحم بکنیم. خیر است که گپ زدن نمیتونه، خیر است که این منطقه هوات براتون به تصویر بکشم. اینی هم بادام است. مسافری دلگیر است با مثل یک شبی سیاه تاریک است. فقط جای شما خالی است. هنوزم در این باغ هستیم. رفیق جان تو چی میگه؟ توت ابراهیم خانی میگه؟ اسم توت ابراهیم خانی میگم. ما خود رفیق مزار هستم، مشهور با عاشق بچه لوگری دیگه. ممایزه تمزیا کس بیادر است دیگه. بعد از کامرا دیگه همسر توت ابراهیم خانی حمله کردم. من یک توت خوردم دیگه. دور از دلتان جای شما خالی. اکثرت درختای میوه ما فعلا رو به پخته شدن است، آماده است. یک سه چهار با شاید پخته شود. بیننده های عزیز یوتیوب چنل مزار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت همه بخیر. امیدوار هستم که روز به خوبی آغاز کرده باشین و یا به خوبی به پایان رسانده باشین. کسای کمیل از ما را با اعضای فامیلشان یکجا نشسته از پرده تلویزیون ما را تماشا میکنن، یا کسایی که کمیل از طرف کار میروند و یا از کار خسته و ظلمه یا عملا سر کار هستن گزارشات ما را تماشا میکنن. تشکری ویژه میکنیم از شما. برای مریضای عزیز ما شفای عاجل میخوایم از درگاه خداوند. هر کس که حاجت دارد خداوند حاجتشان را قبول بگرداند. یک تشکری ویژه از افغانای عزیز ما، خصوصا کسایی که با ما در ارتباط هستند، از خواهرای عزیز ما، از مادرای عزیز ما یک تشکری ویژه میکنیم. امروز ما هوا خوب است، 3 روز میشه هوا خوب است. از شهر مزار شریف از دروازه هم برآمدیم. این منطقه در بلخ نرسیده که به نام منطقه هوات مشهور است. به یک جایی سر میزنیم. پیش یک از هموطنان عزیز ما میریم که اکثریت مزاریا با شیرشان آشنایی داره، چون خودم امروز چند بار مصاحبه کردیم. رفته بود بیرون از افغانستان، بعد چی روزایی را دیده آمده. اینجا یک باغ هم است، نمیفهم که این باغ میوه است نیست. به هر صورت یک گزارش متفاوت، یک گزارش جانانه میگیریم و از شما خواهش میکنم که تا آخرین دقایق برنامه با ما باشید و ما را لطفاً دیگه تنها نگذارید. کسایی که تازه با ما پیوسته، یک سلام وی آی پی براتون تقدیم میکنم و کانال ما را سابسکرایب بکنید که تا ما بیشتر حرکت بکنیم. گرچه واقعا اگه زور حرکت نمانده ولی مجبور هستیم دیگه، کار خاصی با بر نمیاد. اینمی مسلک ماست، اینمی کار ماست، باید ادامه بدیم با تمام مشکلاتش که ما دیده رئیسیم از نگاه پونی مالی. تشکر میکنم بازم از شما. با ما باشید. بیننده عزیز، خوشبختانه ما به باغی که گفته بودیم رسیدیم. این باغ اصلا باغ درخت بادام است که کاملا بادام است، اما چینده یگان زردالو هم پیدا می شود و حاصلاتش هم دیگه پرسان نکنین. اینجا گوساله است، شاخ نمیزنه. این هم گاو است، هم چوچی گاو است. هموطنان ما علف جمع کرده اینجا، باز از خود چای مشخص داره، میره از هم
پیش گاو علف ماندگی است. بازش میخوایم خوبی که سیر شده دیگه باز خوب شیر میده دیگه داشت کمی گوشت نه شیر داده نمیشه و نمی گوسالگک است. بیا تو پیش بیا گوسالگک یک چند دقیقه سیر هستی بشیم الان چطور آهو معلوم میشه بی آهوگه کاره نترس ما هیچ گپ نمیزنم دل جمع حیوانات هم به ترحم نیاز دارد به رحم باید سرشون رحم بکنیم خیر است که گپ زدن نمیتونه خیر است که ناطق است اما واقعا اینا هم به آرامش ضرورت دارند به صله رحم ضرورت دارند اینا رو بازی رقم مادرای عزیز ما باز سوری از اونا میفهمن اینا رو خوب نوازش میتن بازی رو اعلام میکنن باز اونجا پسی رو کش میکنن در پای گاو بسته میکنن باز شیر میدوشه باز هم کلمه اصلا یعنی امپار میگفت میجوشه مگه نه شیر میدوشه کش میکنن خب جایی باغ هستیم ما تلاش میکنیم که یگان درخت زردالو رو پیدا بکنیم و دوست عزیز ما که در اینجا هستن شما با چهرهشان حتما بعضی از هموطنان عزیز ما اگر یک سال پیش گزارش ما را دیده باشن همراهشان حتما مصاحبه کردیم و جالبش اینجا از نگاه زراعت یک درخت را که شما باید آبیاری میکنید همین گونه باید باشد ما چی میکردیم راستش میگم ما باز می ریشی درخت خوب خاکش میگرفتیم این طرف که ریشی درخت معلوم شود که آب بخوره که یعنی خوب از تشنگی نجات پیدا میکنه ولی از نگاه اصول زراعت کسی که زراعت خوانده باشه ما مطمئن هستم که هم نظر هستن و در سوشال میدیا هم در چندین جای دیدیم که درختی را که شما آبیاری میکنین باید همین قسم آبیاری بکنین یعنی داخل اون ریشه را باید پوت بکنین توسط خاک یعنی اطراف بغلش یک نیم متر این طرفش باید چقور بکنین و او رها بکنین ما یک درخت بادام اول میگیرم این خون درخت زردالو خوی چند نوع زردالو هست که زردالوی که از وقت پخته میشه که پسام پخته میشه او چینده این درخت بادام است به اینکه حاصلات بادام در این منطقه هوات براتون به تصویر بکشم اینی هم بادام است در یک شاخ چند دانه است یک دقیقه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 در یک شاخ کوچک فکر کنن که 12 دانه بادام است و اینجا یک دانه درخت زردالو است این زردالو هم فکر میکنم که پسان پخته میشه اینجاست پیش بیم کارم این زردالو است هنوز به پختگی نرسیده این زردالو است یکی از دوستا کامنت داده بودن که 1 کیلویش ماشیم در جرمنی بود در کدام کشور بود 15 یورو گفته بود نمیفهم چند گفته بود غنیزاده است خوب میفهمم که مطاره نشده کم وقت مانده تو باشه این را بکنم خب تقریبا چند درخت محدود زردالو موجود است ولی زردالو یک عادتش می است که اگر خام بخوری یا ناشسته بخوری شخصا خودم زود مریض میکنه مرا من نمیفهم که معده شما با زردالو حساسیت داره یا نداره همکار میدی خودت چطور است؟ خواهردی ما یکی هستیم میگم ایره که باز کنم که شاید چند روز بعد بخیر به پختگی برسه یعنی هنوزم پخته نشده ترش هنوزم ترش است اول اونجا میریم
این هم درخت زردالو است که هم پسان پخته میشه. همکار چند تصویر از نزدیک بگی. زردالو را که میخوریم ما کم صدای زردالو را کش میکنیم، ولی شما نگوین که چقدر بیادب است، نزاکت خوردن زردالو را یاد نداره. این ما کس نامخدا صدای هر چیز بسیار زود کش میکنه. بیادبی ما میره اونجا پیش یکی از دوستای ما که ما براتان گفته بودم که چند وقت میشه که من ندیده بودم، تازه خبر شدم که پس به افغانستان آمده. چند لحظه هم راشون صحبت میکنیم، ای که کجا رفته بود، چی روزای سختی را دیده، اونا را هم پرسان میکنیم. خوب برکه کام داره و گوسپند است، می برای گوسپند است. کجا اینجا زردالو میشینه، ما چی میشینه. بیا همکار امروز است. ما اول مایک خود آماده بکنم که امروزشان چند لحظه صحبت بکنیم. سلام علیکم. علیکم السلام. اینی جوانی را که مطمئن هستم اکثریت مزاریا میشناسه. رفیق جان سلام. خیال داری؟ خوب هستی؟ خیرتی است. شکر الحمدلله. در هر جایی که بروید در مزار شریف ما ان شاء الله پیدایت میکنیم. ما در خدمتتان هستیم. لالایت خدمتگار مردم مزار هستیم. سلامت. اول ما اینجا بانم اگر اجازه باشه. چرا نه؟ نمیجا. خب رفیق جان خیرتی خواست ان شاء الله. خیر شکر الحمدلله. شده زردالو؟ زردالو دیگه نو رو به پخته شدن آماده است دیگه جان. یک چند درخت به خلاص شده بود. او درخت‌ها که بود زردالو ثوری بود. او پخته شده. اینیا دیگه که زردالو به حساب پسان پخته میشه. ما که از جوزایی است دیگه. جوزایی. که در 15 جوزا پخته میشه آماده میشه. میوه وطن یک 3 4 نوع زردالو است دیگه. بله 3 4 نوع زردالو ثوری، زردالو جوزایی است. یک تاش هم زردالویی که است پیوندی میگه. بیا رفیق جان ما خودت از یاد کار دارم. ما این پشت خودت گشتیم از چندین نفر، از چندین دوستایت که خودت میشناسه در چوک قرآن شریف پرسان کردیم، خودت ایش نیافتیم. آخر گفت که رفته خارج رفته. ما یک چند مدت عیاد جان رفتیم دیگه طرفای خارج، دیگه طرفای ایران رفتیم. میخوایم که قصای مسافرت که چه روزای را دیدی، چه سختی ها را کشیدی. روزای بد و سختی را دیدیم عیاد جان. قربان وطن خود میگه هر کشمیل وطن ده قربان ده. هر چت خپل وطن کشمیر ده. کشمیر ده. هر جایی که بوری بازم قربان خاک وطن خود. اینجا صحیح است همکارم میشه؟ چطور است؟ صحیح است؟ ما از قصای رفیق جان میشنویم. چه قسم رفتی؟ چند روز در ایران ماندی؟ برخورد پاسگاه ایران چگونه بود امرایت؟ قدر وطن برات معلوم شد نشد؟ از این بگو. بسیار قدر وطن تو معلوم شد که بدو دیده دیگه. با ملک ایران رفتیم، بسیار رنج، ستم، ظلم ستم بسیار زیافت. قربان وطن خود. در بسیاری مسافرها هموطنای ما لطکوب میشه، بسیار دیگه زیاد. بسیار حتی اکثریت مردا در بغلای سنگ یک کوره به نام کوی مشکل میگه. اکثریت مردای جوانای ما شما در موجه غلطیدگی است، کسی حتی نمیورده را سیل نمیکنه. و صورت خودم بسیار ظلم ستم در دیدم. شکنجه زیاف. قربان وطن خود. اگر تا بوری بالا بوری کسی نمیگه که کجا میری، شو بگردی روز بگردی. شکر الحمدلله اول خدا به دوم با اومک حکومت امارت اسلامی الحمدلله شکر آرامی است. وطن ما شما شکر. مردم باید در وطن خود زحمت کنه. اجازت نیست که در ملکای خارج برین. در مردم میگه پاریس زیباست که مچم فرانسه زیباست. دما کسی نمی ولایت افغانستان خصوصا بلخ باستان مزار شریف اینم خودش اینم باغ که میبینی برای ما خارج پاریس و جرمنی است. قربان خاک وطن. صدقه وطن شوم. دقیقاً میگه قدر وطن کسی میدانه که او مسافر شده باشه. شاید ما میگم اون مشکلات که دیده باشه، شاید او روزای را که یاد کرده باشه که در چوک قرآن شریف تا نصف شب هم کار میکردی، خانه میآمدی، همراه دوستا میششتی، قصه میکردی، یگان همراه ما هم قصه میکرد. شاید او قدر از او برات معلوم شده باشه. بسیار بسیار زیاد معلومه شاید جان. در ملک خارج که رفتی فقط این هستی که مجهول هستی، این رقم هستی، گشته گذار نمیتونی، مثل دوز هستی. قربان وطن خود شو بگردی روز بگردی، کسی نمیگه کجا میری کجا نمیری. شکر الحمدلله بهترین امنیت است. اگر تا بوری هر جای بوری
هیچ کس را گپ نمیزنه. شواک در قصابیم 10 بجه شب قلف میکنم، 1 بجه شب قلف میکنم، میرم طرف خانه خود. کسی نمیگه که تو از اینجا کجا میری. وطن ما شما بهترین وطن است. افغانستان بهترین وطن است. مردم باید از هیچ مسافری نکنه. نه خارج بره، نه جرمنی، نه سویدن، نه ایران. ما مطمئن هستم همین کسایی که امیال خوب نسبت به ما آرامش دارد، زندگی در هر چیز میرسه، ولی فکر نکنم که بازم وطن فراموش بکنن. یعنی بعضی دوستای ما هستن، بعضی از افغانای ما هستن که در خارج زندگی میکنن و دلش به افغانستان میتپه، مثل که خود رفیق جان هم اشاره کردن که روزای سختی را که دیده بود، در پشت روزایش دق شده بود که اینجا همراه دوست و رفیقش میشیشت قصه میکردن. بتونه هموتوس گارانتی. فکر کو یک روزی که در خارج تیر میکنی سر قیامت تیر میشه. گشت گذار کده نمیتونی. این سنبوری افغانی ما شما هیچ کدام ارزش نداره در اون ملک. باز چی امو خواندن در یادت نامد که پارسال امروز ما خوانده بود که چطور یادم نامد. هر لحظه که رو زمزمه میکنم فکر که اشکایم جاری بود. فکر کامل از اعضای ما از صفحه یوتیوب، فیسبوک و تیک تاک بنده خودت میبینه. اونمو و اکثرتشان شاید خودشان هم مسافر باشد و باید امروز که بخونی مسافری دلگیر است دلگیر. من خدمتگار مردم شریف افغانستان و ملت رنگ دیدیم هستم. یک سلام خاص به ملت افغانستان تقدیم میکنم، خصوصا جوانای ما که در ملک خارج از کشور است. با مزار ما شما از افغانستان ما شما مزاری است در خارج زندگی میکنه، مسافر هستند در کشورهای بیرونی. یک سلام خاص برشان تقدیم میکنم. این جانب رفیع مزار مشهور دیگه با بچه لوگری. بله که بازم یک برنامه با حیات جان داریم. چرا یک آهنگ زمزمه میکنم به خاطر مسافرای وطن ما که بسیار رنج و غم دیدگی ما در ملک‌های خارج. دعوت هم میکنیم بخیر که میوه انگور پخته میشه، این میوه پخته شده بیاین بخیر. زردآلو بادام پخته میشه، بیای با وطن ما شما بخیر بیاین. بفرمایید. ملک‌های خارج چی به درد میخوره؟ قربان وطن ما شما. بفرمایید. مسافری دلگیر است، دلگیر است ای مسافری دلگیر است. با مثل یک شبی سیاه تاریک است، تاریک است ای مسافری دلگیر است. ما بلبلان دور از وطن فتاده ایم، دور از وطن دور از چمن کناره ایم. با مثل یک گلی که رنگ نداره، مانند یک ملکی که هیچ فرهنگ نداره. مسافری دلگیر است، دلگیر است ای مسافری دلگیر است. با مثل یک شبی سیاه تاریک است، تاریک است ای مسافری دلگیر است. الهی کاش با ملک خود برگردیم، زندگی را با کام کی سر کردیم. دیگر نمیخواهم مسافر باشم، ز خویش قوم و خویش دلگیر باشم. مسافری دلگیر است، دلگیر است ای مسافری دلگیر است. با مثل یک شبی سیاه تاریک است، تاریک است ای مسافری دلگیر است. امیدوار هستم که مسافرای عزیز ما مثل رفیقان پس برگرده با آغوش وطن بیا. شکر آرامی است، امنیت است. میفهمم هر حکومت از خود مشکلات داره، شاید یک ذره بیکاری باشه. انشالله با امید خدا و هم در حال جور شدن از پروژه های خیلی بزرگ اقتصادی در حال تطبیق شدن است در سرتاسر افغانستان. دیگه از نگاه امنیت خودمون دیگه رفیق جان کلش داره برتان گفت هیچ نیاز نیست که ما سر امنیت صحبت بکنیم. بسیار زیاد تشکر رفیق جان، خانه با سلامت باشین. با فکر ما هستی، ما هم با فکر شما هستیم حیات جان. یک بچه عاجز هستی، ما خیلی دوستت داریم و همیشه تلاش میکنه که مسافرای عزیز ما را خوش نگاه بکنی. ما هم دوست داریم، چیزی که ملت افغانستان از دوست داریم، با شمول کلتان برادر ما هستین. ما خواهشمند هستیم که این مسافرای ما بخیر از خارج از کشور بیای با وطن خود ما برگردن. فعلا شکر الحمدلله امنیت، آرامی، صلح، ثبات، دیگه چی میخواین؟ این خودش فکر که خارج جرمنی همه چیز است. میگه یک شعر است که میگه با ما گفته که ماچم که پاریس و جرمنی زیبا است، برفه مزار بلخ باستان زیبا است. صدقه بلخ باستان امشام زیارتایش از فریمان، باباقویش چراغان. رفه مزار است خدمتگار جان. هر چی که خوب بخواین رفه خدمتتان.
دقیقاً. رفیع جان یگان کاسه زردالو پیدا کردم میتونه اگر چه پیشتر خودتان گفتین که هنوزم پخته نشده پس هم پخته میشه. اکثرت درختای میوه ما فعلا رو به پخته شدن است آماده است. یک سه چهار با شاید پخته شود. اینجا دوستان دیوالا را گفتیم براتون میوه چینده رایسته براتون آماده میکنیم. یک چیز دیگر هم خواهش میکنم ما را که خدا کنه که باشه ما را خو میفهمیم که مردم پشتون 1002 غزیات میخوره. اینجا پیشتر گاو دیدم اگر همسایه داشت خو یک کمی دوغ است پیشش بگی دوغ هم براتون جور میکنیم. اگر نداشت هیچ مشکل نیست. شکر که از کل پشت زبان است کلشان گاو فریمان است. واقعا ما چیز است. شما امرای ما باشین ما امرای رفیع جان میریم اونجا دوغ تیار میکنیم زردالو را تیار میکنیم اونجا یک فرش هم فکر میکنم آورده دوستا آور کده آب جغله‌دار است دیگه. امرای رفیع جان امروز هستیم و تلاش ما نمی است که از طریق نمی گزارش خود ما دقت شما را شما که برای سالها از وطن دور هستین مسافر هستین دقت شما را ما و رفیع جان رفع بکنیم. پس تا آخرین دقایق برنامه با ما باشید. بینیدای عزیز شما شنیدید که مشت نمونه خروار یعنی میبره ما دیگه خروار است. از دوستا و عزیزای ما تشکری ویژه میکنم که خیلی زحمت کشیدن توت تازه آوردن دوغ خو میبینین. ما در پشتو یک متل داریم که میگه که پجنت که دوی میوه دی اول توت پسی شلومبی دی. زردالو هم است شفتالو هم است. از بیادر ما یک تشکری میکنیم از اینا یک تشکری میکنیم از رفیع جان و زیار جان و از بیادرم هم تشکری میکنیم دیگه. فقط جای شما خالی است هنوزم دمی باغ هستیم. رفیع جان تو چی میگه؟ توت ابراهیم خانی میگه فکر میکنم اسم توت ابراهیم خانی میگه. ما شما که هستیم در وطن ما دو نوع توت داریم. سه نوع است یکی که شیرتوت است یکی ما از ابراهیم خانی. شیرتوت فکر میکنم خلاص شده. شیرتوت وقت خلاص شده کم مونده یگان درخت که مونده باشه دیگه شیرتوت خلاص شده. فعلا دیگه توت ابراهیم خانی رو به پخته است. این زردالو را نامشون چی است؟ شون با معمولا مربوط شما میشه از جوزایی است دیگه. جوزایی هنوز هم پخته شده یا هنوز هم وقت داره؟ وقت داره. خب توت ابراهیم خانی پخته شده. شفتالو فکر میکنم وقتش مونده. یک 10 روز بعد 20 روز شاید خوب پخته شود. این خودتان حتما گاو دارین چه قسم است؟ دوغ یا مثل ما برای اشار خو نمیخرین؟ گاو داریم از گاوداری است. با خاطر که من پیشتر متوجه بودم خدا علف خیلی زیاد است و اوجا گاو هم است. گاو است. بله. خب شروع میکنه خیر نوش جانتان بینیدای عزیز دیگه دور از دلتان دیگه ما خود در بالای برنامه گفتیم نمیشه قربان وطن شویم قربان باغای وطن شویم همه چیز از جز شما نیستین. زیا جان شروع کنین. گلاس ها کی گلاس داره؟ یک گلاس اینجا کم است این. دیگه ما مناسیم. وان است درونی سر نوش جان کتا. دوغ شما دیگه همه چیزش بالاست. بادرنگ هم داره. نعنا هم داره. همه چیز است. ایره بخور دیگه باز دیگه فقط برو پارت خود خواب یک 2-3 ساعت. کسایی که دستش در توت میرسه دیگه شروع کنه. بابایشان بخور دیگه توت ابراهیم خانی باز نگه که ما را عجب شیرین است. کسایی که توت ابراهیم خانی را خورده باشه مطمئن هستم از شیرینیش خبر داره. خصوصا که ادی توت با شیره جور کنید از زمستان بسیار مزه‌دار میاد لذت خاص داره. بله. یک شیره خواست هم جور میشه در منطقه ما باز از انگور جور میکنه. از انگور. شیره انگور هم باز توت بالاست. بسیار شیرین است شیره توت. با شیره از توت بسیار بالا. از ابراهیم خانی. شیره از که باشه باز از زمستان که برف میره یک چیز جور میشه فالوده میگه برش. که اون جور کنی از استفاده کنی دیگه باز زمستان برد هیچ همون برف معلوم نمیشه. گرم نگاه میکنه. درونه را. او یک میله دیگه داره دیگه که دوستا باشه و برف جمع کنی و از اون خسته شوی خوب برپا را پاک کنی سر بام باز بیا پایین. زیا جان بخو خوب شیرین است پس هم شیمان میشی باز. نمیجا دیقانی است اینجا دیقانی است. ماما نسیم لالای زد بابایشان دیگه لالای دیگه ما زحمت کشیم. خانه آباد امروز واقعا خیلی زحمت کشیدی کار الا کردیم همراه ما آمدیم گپ ما را زمین انداختی از شما و از بیادرای ما تشکری میکنیم که در روزی قدر زحمت کشیدن همه چیز
در مدت یک نیم ساعت همه چیز فراهم ساختن، اگر ما برشان خبرم نداده بودیم. دنیس برا رستیم زنگ زدیم نی؟ بله. تصادفی دیگه یک چکر یک سیل سیاحت کنیم دیگه. باز یک سلام خاص برای باشندگان چوک قرآن شریف، خصوصا پالوان زبی، معروف جان، امید جان، امیرخان قصاب، جمعه خان قصاب، بسم الله قصاب، فهیم قصاب، نورالله افغان، ازمره ترکاری فروش. سلام خاص برای کلتان تقدیم میکنیم. یعنی باز نگین که رفیق جان شما را یاد نمیکنه. سربلند باشیم مردم ملت افغانستان رنگ دیده ما. جایتان خالی دوستا دیگه، ما خو میوه خورده رایستیم. دمی چوک قرآن شریف بعضی از پلیس ترافیک هم خود تمیشناسن. کلشون پرسان میکنن. من که مرا که ببین حتما میگه رفیق کجاست؟ من گفتم رفیق نزدیک خودت است، باز ما پرسان میکنیم. ترافیکا که از قوم است. منطقی ماست لنگرخانه. نه مخدا اون مصاحبه که ما شما کرده بودیم تقریبا 1 میلیون نفر دیده بود. یک مصاحبه و دیگه‌ش هم فراتر از 5 لک نفر دیده بود. مصاحبه شما بسیار بیننده داشت. خیلی زیاد بیننده داشت. علاقه‌مندای خاص داشتین مخدا از کشورهای بیرونی. با شما مصاحبه خودتون دیده بودین؟ دیدم جان. دیدین؟ بله. ما خود رفیق مزار است مشهور با عاشق بچه لوگری دیگه. مومو عزت هم از یا کس بیادر است دیگه. مومو نسیم. دقیقاً. همین دیگه ما خود دیگه حیات جان کلگی که از ما دوست است بیادر ما. سلامت سلام. خدا کنه همیشه این تو وطن ما آرام، صلح، ثبات، آرامی، شکر، امنیت همه چیز است. سر شب تا صبح بگردی روز تا بگردی کسی نمیگه که کجا میری کجا نمیری. 10-11 بجه شب دکان قلف میکنم. بگیر جان زردالو بگیر. خانه میریم. زردالو رو بگیر کارین. زردالو قار نکنه که توت میخورین از ما نمیخورین. رفیق جان بسیار زیاد تشکر. خانه آباد امروز هم ما را خوش ساخته، هم بینندای عزیز ما را، کسایی که از کشورهای اروپایی ما را میبیند اونا را هم خوش ساختی. خانه آباد بسیار زیاد تشکر از خودت. شما آیا جان زنده و سلامت باشین. شما که سرگردان شدین پیش ما اومدین. ما خودت دوستم، تو یکی از حال دیگه خودت یکی از دوستای ما هستین، یکی از رفقا هستین. از خودت و از او برادرای ما که از همین قریه هیواد است خیلی زحمت کشیدن اونجا، از یاجان از اینا تشکر میکنم که امروز دیگه امسال ما واقعا توت نخورده بودیم دیگه. بعد از کامرا دیگه همسر توت ابراهیم خانی حمله کردم، من یک توت خوردم دیگه. دور از دلتان جای شما خالی. به نمایندگی بعضی از شما نوش جان کردیم. بسیار زیاد تشکر رفیق جان. سلامت. امیدوار هستم که دوباره بخیر یک جای دیگه سر بخوریم، یک جای دیگه یک میله بریم بخیر ان شاء الله. سلامت باشین، بخیر باشین. خداحافظ، بخیر باشین. بینندگان عزیز از شما یک تشکری ویژه میکنم که تا آخرین دقایق برنامه این گزارش شما را که بیرون از شهر مزار شریف بود تماشا کردین. واقعا باغ کاملا باغ بادام است، قسمی که در لابلای برنامه هم اشاره کردم. حاصلاتش ماشاءالله خیلی خوب است. خداوند از بیشتر نصیبشان بکند. زردالو هم داشت دیدین، شبتالو هم داشت و توت ابراهیم خانی و دوغ وطن دیگه ایش پرسان نکنین. این همیشه دیگه ما همراه دوستا خوب ملی خود پشت سر گذاشتیم. باید پس بریم طرف مزار شریف که برنامه دیگه است و بعضی مسئولیت های خانوادگی است، باید به او هم رسیدگی بکنم. از بیبی کریمه اکرم، از مسعود جان قادری و از بانو نسیمه فضلی، از عباس فیضی و بعضی از دوستا که همیشه کامنت را میکنن، شما هم تشکری ویژه میکنیم. مطمئن هستم که شما هم شاید در افغانستان باغ داشته باشین، شاید پشت باغتان حتی دق شده باشین. بین افغانستان بخیر. اگر باغ دارین ما هم رایتان میریم، اگر ندارین خیر است، ما باغ براتون پیدا میکنیم و براتون چکر میریم ان شاء الله. ما یک پل ارتباط بین شما و بین زادگاهتان، بین کشوری که شما در آنجا خرد کلان شدین یا در ولایتی که شما زندگی کردین هستیم. منتظر پیشنهادات بعدی شما هم می باشیم. تا برنامه بعدی که من حیات الله اسحاقزی در خدمت شما قرار میگیرم. همه شما را به خداوند یکتا و به همتا میسپاریم. در خدای پامان.